مجید سعیدی عزیز، خوشتیپ، مدل، قهرمان فیتنس، همه مسابقه مدال طلا گرفته، نقره گرفته. چه خبر؟ فدا شما کامران، شکر همه چی اوکیه. مسابقه فیتنس رو دادی، خیلی دیده شدی. چه مسابقه فیتنس برای چه بازخوردی داشت؟ والا عرضم به خدمت شما که آقا کامران، این مسابقه فیتنس خوبیش اینه که یه سری برنده میان توی مسابقات ورود میزنن و از بچهای فیتنس انتخاب میکنن و باشون قرارداد میبندن و استارت همکاری میزنن. خیلی فکر کنم تو درآمد تاثیرگذار بود، چون استوریاتو که دنبال میکنم تقریبا، حالا نمیگم هر روز ولی 20 روز و سر کاری پروژه و خیلی فشرده داری کار میکنی با برندهای مختلف. دقیقاً همینطوره. بعد مسابقات قبلش من فعالیت داشتم تو زمینه مدلینگ، ولی خب خدا رو شکر توی مسابقات تونستیم بیشتر دیده بشیم و با یه سری برند مطرح ایران که خیلی هم شناخته شدن قرارداد بستیم و استارت همکاری هم زدیم. مجید، میان بهت میگن کت شلواری، نمیدونم خیلی کامنت های منفی، چه حسی داره برات؟ خب آقا کامران، این رشته نوپاییه و اینکه اصلا این مسابقه به خاطر این وارد تقویم مسابقه ما شد که نشون بده یه سبک زندگی سالم. حالا نمیگم خیلی حرفه‌ای، ولی همیشه بچهای فیتنس اگر نگاه کنی نمایشگاه هم اومدن، بچه‌ها ماشاءالله همه آمادن. یعنی اینجوری نیست که ما در سال مثلا 3 ماه 4 ماه آماده باشیم، یعنی هر وقت بچه فیتنس رو ببینی اون رژیم رو دارن، اون لایف استایل رو دارن و اصلا مهمتر خیلی هم به استایلشون اهمیت میدن و اینکه خلاصه از همه لحاظ بچه‌ها پکیجشون کامله و یه خروجی خوب رو ارائه میده و خدا رو شکر شاهدیم که خیلی بچه‌ها ورود زدن و از این مسابقه استقبال کردن. قطعا مسابقه تیرما خیلی شلوغ خواهد بود. چیزی که من شنیدم بچه که بهم اطلاع رسوندن، مسابقه تیرما یه مسابقه به شدت خیلی شلوغه و این نشون میده که این رشته‌ای که خیلی طرفدار داره. وای میسی؟ قطعا حتما. این همه رو کلا این چند سال وایستادی از دور اول؟ من تو بودم و همیشه هم دیدی من رژیممو داشتم، هیچ وقفه‌ای ننداختم، روتین نان استاپ رفتم جلو. ان شاءالله تیرما هم پرقدرت دوباره میام که از عنوان قهرمانی دفاع کنم. دمت گرم مجید، ممنونم که وقتی که به ما دادی. اگه صحبتی نکردی در خدمت هست. فدات شم. ممنونم از رسانه خوب تجربه ورزش و شما کامران و علی آقا فتحی. مطلوب دارم کامران. خیلی تو فیتنس جا افتاده، یکی از چهره ها هستی، هنوزه که هنوزه داری با برند خوب کار میکنی و نمیبینیمت فعلا رو استیجای هومه، نمیبینیمت. آقا کامران دیگه صدامو گذاشتم برای استیج کشوری، ان شاءالله بیایم که از عنوان قهرمانی مستر یونیورسمون دفاع کنیم و ان شاءالله دوباره طلا رو بگیریم. ببین فیتنس امروز و مسابقه قبلی که من دیدم نسبت به مسابقه قبلی بچه‌ها فیس و موهاشون رو از دست دارن میرن و دیگه میرن سمت بدن. نظر خودت چیه؟ خب بچه‌ها خیلی تو راند استایل به اون لباسا نگاه نمی‌کنن، رژیم‌ها رو یکم خیلی سفت و سخت کردن، از نظر صورت و پوست به هم میریزن و اینکه خب من توصیه میکنم که بچه‌ها یکم به استایلشون، به لباسشون اهمیت بدن. امروز خیلی بچه‌ها، یکی از بچه‌ها، یه سری از بچه‌ها دیدیم که تو راند استایل اصلا اون بیسینگ رو رعایت نکرده بودن، لباسای گشاد. اصلا واقعا میگم خیلی اهمیت بدن به این موضوع، خیلی خوبه. 2-3 نفر عینک زده بودن گفتن عینکو بردارید. بله همینطوره. خب داخل سالن حالا عکس استوری شما نهایتا میتونی یه پوشت بذاری برای راند فیتنس کت شلوار، ولی خب استفاده کردن از عکس استوری مثل عینک، خب مثل اینکه تو چیز نیستش، قانون مسابقه نیستش و نباید بشه. خودت همینجوری با همین استایل الان بری هر مسابقه‌ای اول دوم ماده خودت. عزیز من